خب دوستان عزیز، وقتی کار به سطح خطی و ضربه هایی که سر دوبله ما باید نهایت استفاده رو از فرمکاری ببریم. چجوری؟ بعد دست دوبله اگه فرممون دقیق نباشه باید بریم برش دوب و یه سری داستانا و بادگیری بیرنگ که خیلی اذیت میکنه تو کار. یه دو تا تخته کوچولو به اندازه هم که برش بدی، یه ورشون رو با سنگ پرس خط خطی میکنی که چسب خورد تخته بره که رو بدنه سری لیز نخوره و تخته درات، و دو تا کونیک به اندازه جک پکی روشون میندازی به این اندازه به بین فاصله خطی روبروی هم دیگه میچسبونی و جک تو میزنی. حالا بریم با هم دیگه بچسبونیم و جکمون رو هم بزنیم. دوستان بعد از این که تخته ها رو چسبوندیم بالا و پایین خط تیز ضربه کار، جک رو میزنیم. حالا برو، حالا باید وایسی یه خورده چسبم سر چه. برو. عالیه عالیه. حالا شروع میکنی یه سری رگا که روی کاره میخوابونی، مثل عقب کار، مثل جلوی کار و خود کارو. خب دوستان وقتی که تیزی کار یه قسمت برطرف شد، میریم قسمت بعدی، یعنی همون جلوی کار. همین تیزی مونده، اینو هم که جک بزنیم کار به یه صورتی خود به خود نرم میشه دیگه. بادگیری بیرنگی نیاز نداره که ما بخوایم دوبل رو بشکافیم و یه دست به یه سری کارا بزنیم که نیاز نیست واسه همچین کاری. حالا بریم با هم دیگه اینو هم چسبکاری کنیم و جکش رو بزنیم. دوستان بریم مرحله دوم جک کاریشو با هم دیگه ببینیم. بزن جکو. آروم 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 آروم. برو برو برو. خوبه خوبه عالیه. حالا باز دوباره رگا رو میخوابونیم، رگای اطراف کار رو و یه سری رگا که جلوتر کارم افتاده و عقب‌تر. دوستان وقتی که کار ما فرمکاریمون تموم شد و خط تیز رو شکستیم و کارمون نرم شد، خواستیم بریم سر وقت میلکاری. خطمون به این جهت بود پنلمون یا از بالا نشسته میل بزنیم یا از پایین از بالا میل بزنیم. جهت اول که مشگیری کنی همینه و رگه بخوابونی. بعد از این که باز یه سری کارا رو با این جهت با پنل و نیشخوابون رگا رو گرفتی انجام دادی، چیکار میکنی؟ پنل رو مستقیم میذاری. پنل رو که مستقیم گذاشتی، همین دو جهت رو که برطرف کنی کارت 100 میشه، بدون اینکه نیاز باشه دون رنگ رو به هم بریزی یا دوبلی برش بدی یا اینکه یه روز وقت بذاری واسه بادگیری بیرنگه.